نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دوستان نهایت عزیز، جا دارد به خاطر گرامی داشت از عظمت و بزرگی قرآن کریم چند لحظه هدف از خلقت ما و هدف از نزول قرآن و قرآن در زندگی انسان چه نقشی را ایفا میکنه و انسان خود باید در پرتو قرآن بررسی بکنه و این قرآن به خاطر چی نازل شده و قرآن کلام کدام ذات است. یک چند لحظه انشاءالله مختصرا صحبت میکنیم. الله متعال توفیق ایراد سخن به ما و شنیدن به شما عطا فرماید. دوستان عزیز، الله جل جلاله میفرماید: فبشر عباد، مژده بشنوان به او بنده هایم. به کدام بنده ها؟ الذین یستمعون القول، به او بنده هایی که سخنهای حق، سخنهای ایمان، کلام رب العالمین میشنوند با بسیار با توجه، با طلب، با ادب، به نیت عمل و به نیت رساندن به بشریت یا کلام رب العالمین میشنوند. فیتبعون احسنه، به بهترین وجهش بعد از شنیدن اتباع احسن میکنند. مثل که اذان ما میشنویم، بعد از اذان اجابت به خاطر نماز از شنیدن اذان، نه اینکه محض به خاطر شنیدن باشد و بهترین وجهش به یاد عمل میکنند. الله تعالی باز انعام چی میفرماید؟ اولئک الذین هداهم الله، امی جماعت، امی مردمایی بر هدایت هستند. و اولئک هم اولو الالباب، صاحبان خرد، مردمایی با عقل، مردمایی با هوش، با فکر، امی مردمها هستند در دنیا. دوستان عزیز، ما را الله تعالی در قرآن میفرماید که ای بنده هایم، نام و نشان شما در هستی کائنات نبود. لم یکن شیئا مذکورا، اصلا از تو نامی در هستی نبود. بعد از الله تعالی ما را آفرید. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه، انسان به خود نگاه نمیکنه که ما را از نطفه آفریدیم. ای انسان به خود نگاه بکن، ما ابتدای خود، حال خود، انتهای خود نگاه بکنیم. ما کی هستیم، از کجا آمدیم، برای چی آمدیم و هدف از خلقت ما چی است و سفر ما به کجا انتها پیدا میکنه. دوستان عزیز، ما در دنیا عبث آفریده نشدیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، چه گمان میکنه انسان آیا ما شما را عبث و بیهوده آفریدیم؟ کاری حکیم دوستان عزیز خالی از حکمت نیست. الله تعالی ذات حکیم است. ما را روی یک هدف و روی یک مقصد ما را آفریده. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ای انسان ها و جنیات، نیافریدیم شما را مگر محض به خاطر عبادت و بندگی، به خاطر شناخت که ما خالق خدا بشناسیم. ما او ذاتی که را پرستش میکنیم، ما او ذاتی را که کلامش در عقیب قاری های حافظای قرآن شنیدیم، ما او ذاتی که کلامش شنیدیم به او ایمان داریم. ما او الله را در پرتو قرآن بشناسیم. والله چطور یک ذات است؟ الله لا اله الا هو. الله تعالی در قرآن خدا معرفی میکنه، خدا به معرفی میگیره. ای بنده های ما او ذاتی هستم که نیست معبودی بر حق بجز الله جل جلاله الحی، و ذاتی است که همیشه زنده، القیوم، نگهدارنده غیر خود، قایم به ذات خود، یحیی و یمیت. الله ذاتی است که زندگی میبخشد و میمیراند و هو علی کل شیء قدیر، بالای تمام نظام کائنات قدره و قبضه و تصرف دارد. لا یعزب عن ربک، هیچ چیزی از پروردگار در کائنات پنهان نیست. ان القوة لله جمیعا، همه قوت ها از آن خدا است. ما یکون من نجوا ثلاثة الا هو رابعهم، سه نفرتان در جای سرگوشی نمیکند که چهارمتان الله است. اگر پنج باشیم ششم ما الله است. اینما کانوا، میگه بنده هایم هر جای باشید الله شما را میبیند. الم یعلم بان الله یرا، آیا انسان ها نگاه نمیکند؟ آیا به این انسان ها نمیفهمد؟ علم ندارد
که الله اینها را می‌بیند. نحن اقرب الیه من حبل الورید، اشاره الیه گردن به هر انسان قریب است. ولقد نعلم ما توسوس به نفسه، از اعماق قلب‌های ما خبر دارد. ما را حقیقت ما را ابتدای ما را یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، گذشته و آینده ما پیش الله متعال است. همه لحظات ما را الله متعال می‌داند. و هو الله جل جلاله ذاتی است که بسیار مهربان است. پیغمبران آمده شأن پروردگار را بیان میکردند که ای قومی و والله که شما را به سویش دعوت میکنم. ان ربی قریب مجیب، بسیار نزدیک است. سمیع قریب، شنوای بسیار نزدیک است. رحیم و ودود، نهایت مهربان و نهایت محبت کننده است. خیلی بنده ها را دوست دارد. و آتاکم من کل ما سألتموه، هر آن چیزی که بنده ها در دنیا نیاز دارند الله متعال به شکل اعلا و اکمل ضروریات ما را پورا کرده. و هو الله متعال به خاطر که نعمت ها را به ما داده صاحب نعمت ها الله متعال است. و ما بکم من نعمت فمن الله، بگه بنده های نعمت هایی که برای شما دادیم، شما را انسان آفریدم. ولقد کرمنا بنی آدم، ما را انسان آفرید. امتی رسول الله صلی الله علیه وسلم آفرید. ما را اهل قرآن آفرید و ما را کرامت بخشید. این کل نعمت های است که به ملک و مال و مادیت و مقام و منصب حاصل کرده نمیشد. این نعمت ها را که به ما داده، آل رب ما از ما نگاه میکنه. لننظر کیف تعملون، آل میگه نگاهتان میکنه که شما چی میکنین. دوستان عزیز، حقوق قرآن بالای ما است که ما اول ابتدا به قرآن ایمان بیاریم. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، قرآن درست ما بفهمیم که کلام رب ما است، لا ریب فیه، در این شک و شبهه وجود نداره. کلام الملوک ملوک الکلام، سخن پادشاهی سخن است. کلام رب العالمین به عظمتی الله بشنویم، با این تدبر بکنیم که حق دیگری قرآن است که لیدبروا آیاته، آیات قرآن تدبر بکنیم که قرآن از ما چی میخواهد. قرآن صرف برای شنیدن، صرف برای از این نیست که ما بشنویم و بعد از او در نسیان و در اتاقهای نسیان فراموشی را بگذاریم. نه دوستان عزیز، روز قیامت پیغمبر صلی الله علیه وسلم شکوه میکنه، شکایت میکنه و قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یا الله امتی ما قرآن ترک کردن، قرآن با عمل نکردن، قرآن به نسیان و فراموشی گذاشتن. دوستان عزیز، قرآن ما را رهبری میکنه، هدایت میده. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این برای رهبری ملت هاست، انسان ها را مسیر برشان تعیین میکنه، هدف زندگی را برای ما تعیین کرده. قرآن روح و فکر ما را سوق میده. اگر ما زندگی ما را در سایه قرآن نبیاریم، این انسان در فی ظلمات، در تاریکی ها قرار میگیره. خداوند میگه ای پیغمبر، ای قرآن ما نازل کردیم لتخرج الناس من الظلمات، انسان ها را به وجه قرآن از ظلمات شرک، کفر، تکبر، بغض، کینه، حسد، ریا و غفلت انسان ها را بکش. انسان ها امروز در زندگیشان همه مادیت است، همه چیز است، اما چرا پریشان هستند؟ چرا خودکشی ها دارند در زندگیشان؟ دوستان عزیز، الله متعال چالش میده به تمام بشریت، الا بذکر الله تطمئن القلوب، متوجه باشین که در سایه قرآن، در سایه یاد خدا اطمینان و آرامش است. اگر به تمام انسان ها الله متعال میفرماید یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم، به تحقیق پندی از جانب پروردگار شما بر شما رسیده. و این قرآن و شفاء لما فی الصدور، این قرآن شفای دلهای مضطرب، دلهای بیمار، دلهای او جوانی که امروز سرگردان است، مسیر کامیابی خود میپالد. جوانی عزیز، آرامشی تو در سایه قرآن است. اگر ما قرآن زندگی ما بکشیم، و من اعرض عن ذکری، کسی که از زیر سایه قرآن بیرون شد، الله متعال میفرماید فإن له معیشة ضنکا، ای انسان، ای مالدار، ای جوان، ای زن و مرد، زندگی تنگ برات نصیب میکنم. به هر دروازه‌ای که بری دروازه برات مسدود میشه. چرا تو الله را فراموش کرده ای؟ والله که قلب به ما داد عطا کرده، این قلب ما را سکون و آرامشش در پرتو قرآن است، در پرتو ایمان است. دوستان عزیز، ما باید تدبر بکنیم، در قرآن خود پیدا بکنیم. صفات اهل ایمان در قرآن بیان شده، صفات متوکلین، صفات متقین. ما ببینیم که صفات ها در زندگی ما هست یا نه. یک تابعی مشهور حضرت سعید بن مسیب رحمت الله علیه میفرماید که خود در ترازوی قرآن یک دفعه وزن بکو که تو در کدام ردیف قرار داری. صفات اوصاف
رسیلی منافقین بیان شده، آیا صفات نفاق در ما نباشه؟ از این لحاظ دوستان عزیز با تدبر بکنید در قرآن و به خاطر نشر و پخش قرآن دوستان عزیز دیگه حق قرآن بالای ماست که قرآن را به خاطر نشر و ابلاغ ازی ما کوشا باشیم، کوشش بکنیم دوستان عزیز. هذا بلاغ للناس. الله مطالبه فرماید این قرآن صرف برای خواندن، برای فکر، برای فهم نیست. وقتی خواندی فهمیدی این قرآن ابلاغ بکو ولینذروا به، برای بذریع قرآن انسانها را بترسان. فذکر بالقرآن، بذریع قرآن انسانها را از روزی که پیشرویشان آمده است از او بترسان. دوستان عزیز کل نفس ذائقة الموت، قرآن میگه هر زیرو، هر انسانی که تولد میشه در دنیا یک روز طعم مرگ میچشه. و الله متعال اعمال ما را نتیجهش بیان کرده. ثم توفون اجورکم یوم القیامه، سپس شما را ای بنده هایی که شما زحمات کشیدین، در عقیب قارسای ما استاد شدین، پایایتان درد گرفت ولی شما تحمل کردین، از صبر علی الطاعه کردین، اینجا متوجه باشین که انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. کسایی که صبر کردن در طاعت و بندگی خدا یا رب پایان برشان اجر و مزدشان الله متعال میده. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، به روز قیامت روزی است که هر نفسی که در دنیا به خاطر رضایت پروردگار عبادت و بندگی کردن الله متعال بدله نیکی هایشان در قابل چشمانشان میاره. و ما عملت من سوء، کسایی که گناه کردن، کسایی که شبها ایجا ترک کردن و مجالس نافرمانی برقرار کردن وارهم الله متعال دید. ولی رب العالمین ستار ذات است و امهلهم، میگه ما مجرمین هم مهلت میتیم. و این کیدی متین، اما متوجه باشه این مجرم که از چنگ و چیز پروردگار تو وقتی که گرفت خدا آمد دیگر فراری نیست. الله متعال فرماید و یحذرکم الله نفسه، ای بنده های متوجه باشین و شما را از خود میترسانم. متوجه باشین که این ربک لبالمرصاد، پروردگار در ترصد شما هست. ما شما را بسیار وقت میتیم و یعفو عن کثیر، از بسیار خطاهای شما ما میگذریم. ولو یاخذ الله الناس بظلمهم، اگر من انسانها را به ظلمشان ما گرفت کنم، ما ترک علی ظهرها من دابه، در روی زمین زندگانی باقی نمیمانه. ولکن یؤخرهم، الله متعال مجرم مهلت میده. ممکن توبه بکنه، ممکن برگرده. زمین میگه یا الله اجازه بدی که ما فرو ببریم، فرشتان میگه اجازه بدی که از بین ببریم، هوا میگه ما پارش میکنیم از بین میبریم. الله متعال میگه خاموش باشین، خلینی و عبدی، مرا به امتم با بنده هایم بگذارید، به بنده هایم ما منتظر توبه از بنده ها هستم. ای جوان، قرآن برای تو امید میده. قل بگه ای پیغمبرم بگو، قل صیغه امر بعد از یک حکم بسیار مهم بیان میشه. به او بنده ها بگو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای جوانی که ناامید شده، شیطان تو را ناامید کرده. چرا ناامید؟ کفار است. انه لا یأس من روح الله الا القوم الکافرون. مؤمن ناامید نمیباشه. الله متعال به جوان، به انسان مجرم امید میده. لا تقنطوا من رحمت الله، ای بنده های گناهگار من. بنده گناهگار بنده خطاب کرده. بچه نافرمان پدر میگه رو خدا بچه من نکنه، اما الله کریم، الله مهربان و ذاتی که خیلی بنده هایش دوست داره میگه بگو به بنده هایم که به نفسهایشان ظلم کردن، اسراف کردن، تعدی و تجاوز کردن، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الهی ناامید نشن. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همه گناه های بنده ها را اکثر خدا الله متعال میکنه. بسیار ذات مهربان است. ان الله متعال میگه من دست خدا پیش میکنم لیتوب مسیء النهار، شب دستای بلاکیف خدا پیش میکنه تا گناهگاری روز معاف بکنه و در روز، در شروع روز دست بلاکیف خدا پیش میکنه. لیتوب مسیء اللیل، او گناهگاری شب هم ببخشه. میگه ای عبادی، ای بنده هایم، لو بلغ ذنوبک عنان السماء، اگر گناه های شما تا دروازه های آسمان برسه، لو استغفرتنی، اگر تو ناامید شدی، پریشان شدی، خسته شدی از گناه و به سوی الله برگشتی، متوجه باشین غفرت لک ولا ابالی، همه گناه های تو را میبخشم و پروایش ندارم. این پیام میته قرآن، امید میته به ما اگر با این قرآن زندگی نکردیم دوستان عزیز در ناامیدی ها به سر میبریم. از این لحاظ قرآن زندگی آخرت برای ما رقم میزنه. روز قیامت دو گروه میشه، فریق فی الجنه، یک طبقه فیصله شون شده کسایی که در دنیا به ایمان و عمل زندگی کردن به سوی بهشت رهسپار میشن، بهشت. و فریق فی السعیر، یک طبقه دیگه به سوی جهنم رهسپار میشن. کسایی که به سوی بهشت میرن فاما من اوتی کتابه بیمینی، کسایی که عمل نامه‌شان به دستای راستشان داده میشه، صدای نعره خوشی زیر الله متعال لفظ قرآن جور کرده. فیقولوا ها اقرؤوا کتابیه،
پس میگوید ای انسان مؤمن کامیاب، ای مردمان کتاب مرا مولانا مرا بخوانید من کامیاب شدم. اینی ظننت انی ملاق حسابیه، من در دنیا به باور و یقین زندگی میکردم که من یک روز به حساب و کتاب روز قیامت روبرو شدنی هستم، به این تیاری گرفتم. اما کسایی که فاما من خفت موازینه، کسایی که وزن ترازویشان سبک میشه، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یا ناکام میشوند، فی جهنم خالدون. از لحاظ دوستان این زندگی آخرت آمدنی است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای اهل ایمان از خدا بترسید. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، و به خودتان نگاه بکنید که برای فردای قیامتتان چه آماده گرفتین. ما باید با یک تعهد جدید، این رمضان یک پیامی داره، پیامش تقوا هست، لعلکم تتقون، که به شما تقوا پیدا شود. تعهد ما را باید تجدید بکنیم که ما قرآن در زندگی ما چقدر تحقق پیدا کرده، چقدر در معامله صادق و راستگو هستیم، چقدر در خانه و عاشروهن بالمعروف ما رعایت کردیم که با بشیوی خوب با خانوادهتان زندگی بکنید. حق اجتماع جامعه همسایه را چقدر رعایت کردیم. قرآن کتابی است راهنمای بشریت. اگر در زندگی مسلمان بود، ان الله یرفع بهذا الکتاب اقواما، ملت ها را بلند میبره. اگر خدا را خواست از زندگی ما بیرون شد، و یدعو به آخرین، انسان ها در نهایت تزلل، انحطاط و پستی سقوط میکنند. اینجاست که قد یک راه بازگشت است که به سوی خدا انسان ها برگردند. دوستان عزیز، حق و حقوق قرآن ما باید در زندگی ما بیاریم. تلاوت قرآن می رقمی که در رمضان کردیم، اقرأ القرآن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید قرآن را تلاوت بکنید، بخوانید زیاد. فانه یأتی یوم القیامة شفیعا لاصحابه، روز قیامت این قرآن برای صاحبش، به کسایی که تلاوت کردن، به زندگی کردن، یار شفاعتشان میکنه. اللهم تعالی چیزی گفتیم شنیدیم، حقیقت قرآن و حقیقت و مقصد قرآن در زندگی من و توی مسلمان پیاده بکنه، توفیق از عطا بکنه تا اینکه زندگی ما زندگی قرآنی شود و پیام قرآن و تمام بشریتی که امروز تشنه هستند، امروز راه خود گم کردن، منزل و هدف و مقصود ندارند. ما که امروز با قرآن زندگی میکنیم، ما باید پیام خدا را به بشریت برسانیم. به این خاطر قبلا پیغمبران مبعوث میشدند، دیگه پیغمبر نمیگه کنتم خیر امت، شما بهترین امت هستید. وجه بهتریت ما چی است؟ اخرجت للناس، ما به خاطر منفعت رسانی بشریت خارج کرده شدیم و وظیفه ما را الله متعال تعیین کرده. تأمرون بالمعروف و تنهون للمنکر، انسانیت برشان برین، امر به معروف بکنین و از منکرات منع بکنین. این پیام قرآن که ما خود در قرآن پیدا بکنیم. دوستان عزیز، الله متعال توفیق به همه ما شما نصیب بفرماید.